امروز اومدیم با یه ویدیوی فوق‌العاده جنجالی و البته یکم از سپورت کن. میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید باورتون نشه. نظرات بعضی از گنده ترین فیلسوفای تاریخ درباره ضعف زنان. آره درست شنیدین. متاسفانه باید بگم که خیلی از فیلسوفایی که ما به خاطر عقل و منطق و اندیشه هاشون تحسین میکنیم یه جاهایی در مورد زنان حرفایی زدن که خب بهتره خودتون بشنوید. فقط قبلش یه چیزی بگم. هدف ما از این ویدیو قضاوت کردن یا محکوم کردن این فیلسوفا نیست. میخوایم ببینیم که حتی بزرگترین ذهن‌ها هم میتونن تحت تاثیر تعصبات زمانه خودشون قرار بگیرن و یه جاهایی اشتباه کنن. آماده اید؟ بزن بریم. ارسطو نقصان طبیعی زنان. خب نفر اول لیست ما کسی نیست جز ارسطو. ارسطو شاگرد افلاطون و استاد اسکندر کبیر، یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفای تاریخه. اما خب متاسفانه ارسطو در مورد زنان یه نظریه داشت به اسم نقصان طبیعی. ارسطو معتقد بود که زنان از نظر جسمی و عقلی ضعیف‌تر از مردانن و یه جورایی ناقص آفریده شدن. اون میگفت که زنان ماده هستن و مردان صورت و ماده بدون صورت نمیتونه کامل باشه. ارسطو حتی میگفت که زنان توی تولید مثل هم نقش منفعل دارن و فقط مثل یه ظرف هستن که بچه توش رشد میکنه، که البته خدا رو شکر علم پیشرفت کرد و فهمیدیم که اینطوری هم نیست. البته باید این رو هم بگیم که ارسطو توی زمانه‌ای زندگی میکرد که اینجور دیدگاه‌ها خیلی رایج بود. اما خب بازم نمیشه که این واقعیت رو نادیده گرفت که ارسطو با اون همه ادعای عقل و منطق همچین نظر عجیبی در مورد نصف جمعیت دنیا داشته. اینکه تا اینجا که ویدیو رو تماشا کردین نشون میده که شما از این نوع محتوا خوشتون اومده. پس با حمایت و سابسکرایب کردن این کانال به ما انگیزه‌ای بدید تا سطح کیفیت ویدیوها رو ارتقا بدیم. شوپنهاور و بدبینی مطلق به زنان. نفر بعدی لیست ما آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی قرن 19. شوپنهاور به خاطر فلسفه بدبینانش معروفه، اما بدبینیش فقط به زندگی محدود نمیشد، به زنان هم سرایت کرده بود. من یه ویدیو در مورد آرتور شوپنهاور ضبط کردم که لینکش رو براتون توی دیسکریپشن قرار میدم. شوپنهاور معتقد بود که زنان موجوداتی غیر منطقی، احساساتی، سطحی نگر و خودخواه هستند که فقط به درد تولید مثل و ارضای نیازهای مردان میخورن. شوپنهاور حتی میگفت که زنان هیچ استعدادی برای هنر، علم و فلسفه ندارن و کلاً از نظر عقلی پایین‌تر از مردان هستن. خدا رو شکر که ماری کوری و مریم میرزاخانی اومدن و ثابت کردن که شوپنهاور چقدر اشتباه میکرده. البته شوپنهاور هم خودش زندگی شخصی خیلی پیچیده و پر از تنش داشته و شاید بشه گفت که این دیدگاه‌های منفیش در مورد زنان یه جورایی ریشه در تجربیات شخصی خودش داشته. نیچه و زنان. خب بریم سراغ یه فیلسوف دیگه، فریدریش نیچه. نیچه فیلسوف آلمانی قرن 19 به خاطر ایده های جنجالیش در مورد ابرمرد و مرگ خدا معروفه، اما نیچه در مورد زنان هم حرفای عجیبی زده. نیچه معتقد بود که زنان ذاتاً ضعیف‌تر از مردان و باید تحت سلطه مردان باشن. اون میگفت که زنان فقط به درد عشق و عاشقی و بچه‌داری میخورن و نباید وارد عرصه‌های جدی مثل سیاست و فلسفه بشن. نیچه حتی یه جمله‌ای داره که میگه وقتی به سراغ زنان میروی تازیانه رو فراموش نکن. البته بعضیا میگن که این جمله رو نباید به صورت تحت لفظی ترجمه کرد و منظورش یه چیز دیگه بوده، اما خب باز نمیشه انکار کرد که نیچه یه دیدگاه خیلی مرسالارانه داشته. فکر میکنم خودتون متوجه شدید که ارسطو تقریبا به خاطر زمانی که درش زندگی میکرده این دیدگاه رو داشته. اما شوپنهاور و نیچه چی؟ نقل قول‌های جنجالی از شوپنهاور وجود داره. زنان کودکانی بزرگسال هستند. تنها با دیدن شکل و شمایل زن میتوان فهمید که او برای کارهای بزرگ چه جسمی و چه ذهنی ساخته نشده است. زنان فاقد حس عدالت هستند. اما چرا شوپنهاور اینقدر از زنان متنفر بود؟ یکی از دلایل اصلیش رابطه پرتنش و پر از نفرتی بود که با مادرش داشته. مادرش نویسنده‌ای موفق و مستقل بوده که بعد از مرگ همسرش زندگی اجتماعی پرزرق و برقی داشته. شوپنهاور این استقلال و موفقیت مادرش رو نوعی خیانت به پدرش میدونسته و خودش هم به شدت ازش متنفر بوده. این نفرت به تدریج به تمام زنان تعمیم پیدا کرده و در فلسفه‌اش منعکس شده. علاوه بر اینا شوپنهاور تحت تاثیر فلسفه هندی و بودیسم بود.
توی این فلسفه ها دنیا پر از درد و رنجه و زنه که عامل اصلی این رنج میل و خواسته های انسانه. شوپنهاور معتقد بود که زنان به دلیل غریزه جنسی قوی‌تر بیشتر در معرض این میل ها هستند و به همین دلیل بیشتر باعث رنج و بدبختی میشن. نیچه یک فیلسوف جنجالی دیگه بود که نظراتش مشابه شوپنهاور بود. البته نیچه کمی پیچیده تره. اون در ابتدا زنان رو تحسین میکرد و اونها رو موجوداتی الهام بخش و خلاق میدونست، اما به تدریج نظرش تغییر میکنه و زنان رو موجوداتی ضعیف، وابسته و فریبکار معرفی میکنه که مانع پیشرفت مردان و رسیدن اونها به مقام ابرمرد میشن. نقل قول‌های جنجالی نیچه: زن معمایی است که راه حل آن بارداری است. مرد باید برای جنگ تربیت شود و زن برای تفریح جنگجو. حالا دلیل اصلیش چی بود که این تغییر نگرش به وجود اومد؟ شکست‌های عشقی متعددش. نیچه چندین بار عاشق زنانی شد که به اون جواب رد دادن. مهمترین این زنان لو سالومه، نویسنده و روشنفکر روس بود که نیچه رو شیفته خودش کرد، اما در نهایت به اون پاسخ منفی داد. این شکست ها نیچه رو به شدت ناامید و خشمگین کرد و باعث شد که به تمام زنان بدبین بشه. علاوه بر اینا نیچه معتقد بود که زنان نماینده اخلاق بردگان هستند. اخلاق بردگان چیه؟ اخلاقیه که بر پایه ضعف، ترس و وابستگی بنا شده و مانع ظهور ابرمرد میشه. ابرمرد یا ابر انسان، انسانی قوی، مستقل و خلاقه که ارزش‌های خودش رو خلق میکنه و به هیچ کس و هیچ چیز هم وابسته نیست. نیچه معتقد بود که زنان با ضعف و وابستگی خودشون مردان رو هم ضعیف میکنن و نمیذارن که اونها به ابرمرد تبدیل بشن. بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. ارسطو برخلاف استادش یعنی افلاطون این نظر رو در مورد زنان داشته. افلاطون دیدگاهش به زنان خیلی درسته. میگه که زنان هم میتونن مثل مردان فیلسوف و حاکم بشن. افلاطون معتقد بوده که استعدادها و توانایی‌های انسان ربطی به جنسیتشون نداره و همه باید فرصت برابر برای شکوفایی داشته باشن. نقل قولی از افلاطون هست که میگه اگر قرار است زنان همان وظایف مردان را انجام دهند، باید همان چیزها را به آنها آموخت. در مکتب اپیکوری هم به زنان اهمیت داده می شده. اپیکور بنیانگذار این مکتب معتقد بود که لذت و خوشبختی هدف اصلی زندگیه و این هدف برای زنان و مردان یکسانه. در باغ اپیکور زنان و مردان با هم درس می‌خوندن و بحث می‌کردن و از زندگی لذت می‌بردن. اما چیزی که مهمه اینه که ما از این اشتباهات درس بگیریم و سعی کنیم که دیگه تکرارشون نکنیم. امروزه دیگه همه میدونیم که زنان و مردان از نظر عقلی و توانایی ها هیچ فرقی با هم ندارن و باید از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشن. خب رفقا، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه نظری، سوالی یا انتقادی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدیمون جا نمونید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.